تاکسی های مسیر نقلیات جمعیتی که مردم آن را تاکسی های سه سامانه نیز نام میبرند از نقلیات بسیار پسندیده ساکنان دوشنبه است. اما اخیرا ناظران بازرسی دولتی اتومبیل تاجیکستان از مرور این نمودی تاکسی ها جلوگیری میکنند و در کوچه های دوشنبه بسیاری از ساکنان انتظار این تاکسی های دوست داشتهشان هستند و برخی از تاکسی ها در همین حال روستی از چشم ناظران بازرسی دولتی اتومبیلی و مسافرکشانی مشغولند، اما به احتمال زیاد در روزهای نزدیک این نمودی تاکسی کاملا از بین خواهد رفت. مقامات شهر دوشنبه بر اینند که رانندگان تاکسی نباید در یک مسیر راه کرده سمت حرکت اتوبوس و ترالیبوس را تکرار کنند، ولی ساکنان نمیخواهند این نمودی نقلیات از کوچه های شهر غیب زند. Да, я бы хотела, чтобы они остались, потому что у нас в Таджикистане самое дешевое такси. Да, вот, поэтому можно будет даже истифода кардан, да, вот. Тем более удобство, да, все равно хорошо же, когда удобно. Конечно, бестан, давай нам еще. Бестан что старая. برای چی مثلا چی برتری دارد از даже успеем векне. حاضر مثلا مشاهده کرده است که کم شده از همین ها. او کم شده است. کم شده است بزه باید. خاطر نمره 8 رو بسیار استفاده میکنم که از کم شده است، خیلی کم شده از این با یک دو تا میآیند و ما پول میآیند. نظرتون چی است؟ اینه که همین ها باقی مانند یا که از بین برداشته شوند؟ نه باقی مانند. برای اینکه با اتوبوس ها میشینید خیلی با هم در دست در میکنید، پروبکا بسیار میشوند، هم اویسا میرن. اما مقامات پایتخت به فعالیت این تاکسی های مردمی نظری نیکی ندارند و میخواهند روابط آنها را حداقل در کوچه های مرکزی قطع کنند. ناظران بازرسی دولتی اتومبیلی امروز در ورقه سفرخط آن تاکسی هایی که روستی در سایر خط 8 و 3 حرکت میکنند آگاهی نوشته تاکید کردند که در صورت باز به مسافرکشانی مشغول شدن در این مسیرها آنها را از حجت رانندگی محروم ساخته جریمه میبندند. ما را آگاهی دادن که های نکنید دیگه شما. و این خسر های نکنید دیگه. همین روز آگاهی دادن که نبینید ما شما را. حجت ما را دیدن همش حجتمون هسته. سولیتینز یا پاتین نالوگ و همش پلیرکه کردن دیدن. همش هسته های نکنید. در این کوچه نه های نکنید. برای چی؟ برای چی؟ من بودم برای چی گفتی پیرکز است. یعنی فرمان از بود. فرمان ای بالا است. فرمان است. مثلا پاتن بسپورمون لیسنس داریم برای مسافرکشی و نه حجت رانندگی ما کاتگوری B3D حتی اتوبوس مشروط که چیزی که نباشه ما خوب دارم که مسافرکشانی کنیم. اگه اجازه نداده استم بعد مثلا تاکسی دولتی لان و پاتن میسپوریم نالوگی دولت لیسنس داریم اینا برآورده نمیشه وای نمیکنه بعد مردم هم همین ماشین ما در نیاز دارن وزی. با تاکید مسئولان کارخانه دوشنبه خدمات نقلیات رسان نهاد مسئول تنظیم نقلیات جمعیتی در پایتخت تاکسیران‌های دوشنبه که اجازه رسمی فعالیت را دارند در انتخاب مسیر رواع آزادند، اما آنها نباید مثل دیگر نقلیات مسافرکشان در آینه پیش رقم گذاشته تنها در یک خط سیر مسافر کشانند. اگر به خود نشانه مخصوص رقم سیمونند اینو غیر قانونی میشه. تاکسی در خطر گشتن ممکن است. تاکسی فقط در دایره با فرمایش میزان گشتن ممکن است و اگر مشتری دعوت کند امکانات استفاده باشد میکند. در خطر تاکسی خیلی گشتن خیلی خطر ما برای تاکسی نداریم. عموما خطر برای تاکسی معین کرده نشده است. По Душанбе ездит такси с номерками. تاکسی های معروف با سه سامانه در دوشنبه تقریبا 5 سال قبل پیدا شدند و بنابر تیز حرکتی و دسترس بودنشان نه تنها زود میان مسافران محبوبیت پیدا کرد بلکه به یکی از نوگانی های عجیب شهر دوشنبه بدل شدند. این اختراع تاکسیران های دوشنبه سیاحان و خبرنگاران خارجی را در حیرت میگذارد و برنامه معروف اریال و رشک نیز تاکسی های سه سامانه را از ویژگی های خاصی تنها شهر دوشنبه معرفی کرده بود.